سلام، خیلی خوش اومدید به کانال من. از امروز میخوام یه سری کلمات و عبارات مهم رو در زمینه مکانیک یا به عبارتی ماشین با شما کار کنم. این ویدیو ممکنه برای کسایی که میخوان آسپیلدون کنن توی آلمان یا مهندسین مکانیک، افراد کارشناس و کسایی که کلا در این زمینه فعالیت میکنن مهم باشه. پس با لایک و اشتراک گذاری این ویدیو به من کمک کنید. درس یک در مورد کروزیون هست. کروزیون اون Schutzmaßnahmen. خب روال ویدیو چجوریه؟ کم کم با روال ویدیو آشنا میشید. من یه متنی رو به آلمانی میخونم در مورد اون درس و بعدش سعی میکنیم فارسیشو با هم بخونیم. درس یک: Korrosion und Schutzmaßnahmen. Korrosion bezeichnet den Angriff und die Zerstörung von metallischen Werkstoffen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit Umwelteinflüssen. Korrosive Stoffe sind Substanzen, die mit dem Material reagieren und Korrosion verursachen können. Dazu zählen beispielsweise Luftfeuchtigkeit, Außenluft mit oder ohne industrielle Verschmutzung, salzhaltige Meeresluft, Sulz- und Salzwasser, Boden- oder Chemikalien. Also die andere Sache auch. Korrosion kann erheblich Schäden an Fahrzeugen, Maschinen und Stahlkonstruktionen verursachen. Ein Teil dieser Schäden lässt sich jedoch durch geeignete Schutzmaßnahmen verhindern. Aber heute wir reden nicht über Schutzmaßnahmen. خوردگی و حفاظت در برابر آن. خوردگی به معنای حمله و تخریب مواد فلزی از طریق واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی با عوامل محیطی است. عوامل خورنده موادی هستند که با فلز واکنش داده و باعث خوردگی می شود. این عوامل شامل رطوبت هوا، هوای آزاد و یا بدون آلودگی صنعتی، هوای شور دریا، آب شیرین، آب شور، خاک و مواد شیمیایی است. خوردگی می تواند آسیب‌های جدی به خودروها، ماشین‌آلات، سازه‌های فلزی وارد کند. با این حال بخشی از این آسیب‌ها را می توان با استفاده از تدابیر حفاظتی مناسب جلوگیری کرد. حالا خوردگی یا به عبارتی زنگ زدگی. این درس در مورد زنگ زدگی یا خوردگی هست. وقتی که مواد فلزی در هوای آزاد، در جایی که رطوبت زیاده، هر جایی قرار بگیرن، اگر عامل زنگ زدگی وجود داشته باشه که همین مثلا هوای آزاد یا رطوبت خودش عامل زنگ زدگیه، زنگ زده میشن. زنگ زدگی هم استحکام مواد رو کاهش میده، سطحشون رو تخریب میکنه و باعث خسارات میشه. اینجا کلمه مهم فقط کروزیون بود، یعنی زنگ زدگی یا خوردگی. کروزیو اشتافه میشه عوامل خورنده. بقیه کلمات به نظر من کلمات سختی نیست. حالا اگه سوالی داشتید میتونید برام کامنت کنید.